مردی شکست ناپذیر تا سال 1812. اگه در اون زمان کسی میگفت ناپل اون قرار است چند تا دکمه شکست بخوره، احتمالاً همه به شما میخندیدند. مردی که تن اروپا رو به رعشه انداخت، ناپل اون افسانه‌ای نادر اروپا. ناپل اون تصمیم میگرفت که هرگز کسی فکر نمیکرد منجر به باخت او بشه. اما دشمن اصلی او روس‌ها نبودند. دشمن اصلی او نزدیکترین فرد به قلب او بود: دکمه های او. فلز غل استفاده شده در دکمه های سربازان او باعث شد که در سرمای فوق‌العاده شدید روسیه دکمه ها ترک بخوره و از بین بره. باعث شد نتونن پالتوهای سنگین و خشن خودشونو ببندن. باعث شد سرمای روسیه شلاقی بر پوست آنان بزنه و تا گوشت و استخون ارتش ناپل اونو تضعیف کنه. سلام آقایون، ظهرتون بخیر. کتتون رو به من بدین، بنشینید و در ادامه بحث همراه من باشید. همونطور که در ابتدای صحبتام گفتم، حدس میزنم که تا الان متوجه شدید که دکمه ها صرفاً عضو کوچکی از لباس شما نیستن. دکمه ها میتونن سرنوشت یک قاره رو تغییر بدن، سرنوشت یک مرد افسانه‌ای، سرنوشت یک جنگ. وابسته به همین دکمه های ساده بود که در جهان امروز به ندرت میبینم کسی حتی کوچکترین اهمیتی بهش بده. شاید دکمه های ما کوچکترین بخش لباس ما باشند، اما قطعاً بی اهمیت ترین بخش اون نیستند. دکمه کت شما رسمیت کت شما رو تعیین میکنه. دکمه کت شما مکان کت شما رو تعیین میکنه، اینکه چه جایی باید اون کت رو بپوشید و چه جایی نه. دکمه کت شما مثل برادر میمونه با رنگ پردازی کت شما. این دوتا همیشه با هم در رابطه صمیمی و دوستانه بودن، هیچ وقت نشد از هم جدا بشن. اما خب در جهان امروز به خاطر نبود دانش و وجود بی‌سلیقگی هایی که اکثرا تولید کننده ها دارن، دکمه ها بی اهمیت شده، دکمه ها بی کیفیت شده، دکمه ها از زیبایی خودش افتاده. وقتی ما دکمه کت خودمون رو میبندیم، در حقیقت فقط برای گرمایش این کار رو نمی کنیم. این کار برای نشون دادن دکمه ماست. این کار برای اینه که دکمه ما به خودی خود شخصیت داشته باشه. متاسفانه بی اهمیتی زیادی میبینم در دکمه ها، اما باید بهتون اطمینان خاطر بدم که در کت شلوار یا در لباس کلاسیک هیچ چیز بی اهمیت ساخته نشده. اگر چیزی بی اهمیت بوده حذف شده، نمانده. و حالا که دکمه ها برای ما ماندن، پس اهمیت بالایی دارن. همونقدر که پترن و یا طرح کت شما مهمه، دکمه های استفاده شده در اون هم مهمه. نه صرفا جنس اونها، ما قرار نیست با جنس اونها سر و کار داشته باشیم، بلکه ساختار و زیبایی شناسی اونها. در اول بحث هام به موضوع رنگ اشاره کردم، رنگ بندی. دکمه ها در رنگ های مختلفی عرضه میشن، همچنین در اندازه ها و ابعاد مختلفی. رنگ های مشکی اکثرا همه کاره هستن، اما خب همیشه استفاده از اونها مناسب نیست. به عنوان مثال و مثال معروف، در کت های بارونی اکثرا ما دکمه های دو رنگی داریم که مایل به رنگ کرم هستن با لکه های از رنگ مشکی. قطعا در اون کت ها ما نمیتونیم اون دکمه ها رو بکنیم و مثلا رنگ مشکی رو جاش بذاریم، چون باعث میشه که هماهنگی اون کت و اون دکمه ها با خود کت از بین بره. رنگ کرمی روشن همیشه در طی تاریخ دکمه های منحصر به فرد خودش رو میطلبیده و هرگز چندان رابطه خوبی با دکمه های مشکی نداشته. در بارونی، اوورکوت و کت های کرمی رنگی که میبینیم، ما این موضوع رو مشاهده نمی کنیم که اونها با دکمه های مشکی در رابطه باشن. میبینیم که یک هارمونی زیبا با دکمه های مخصوص خودشون دارن. دکمه های مخصوصی که میتونن از رنگ کرم با لکه های مشکی و یا یک صرفاً کرم ساده ساخته بشن و یا رنگ های شیری. پس در نهایت بهتره برای دکمه های لباس کرمی رنگ خودتون بیشتر فکر کنید و بیشتر بررسی کنید که چه نوع رنگ دکمه کرمی در حقیقت با اون در یک هارمونی خوب قرار میگیره. در مورد ابعاد هم باید اشاره کنم که هر ابعاد دکمه جای مشخص خودش رو داره.
دکمه های سراسین کوچکترین ابعاد رو دارن. دکمه های جلوی کت متوسط و دکمه های جلوی اوورکوت ها اکثرا در بزرگترین حالت خودشون هستند. البته از اون دکمه ها بزرگتر هم داریم که حقیقتش رو بخواد کمی زیاد از حد میشه، زیاد روی میشه. بهتره بیش از حد دیگه جلوش رو بزرگ نگیرید. در ادامه جزئیاتی از تاثیرات دکمه به شما میگم تا نظرتون برای همیشه در مورد اهمیت دکمه ها تغییر بکنه. هرچه دکمه کت شما تعداد بالاتری داشته باشه، اون کت روزانه تر و یا به قول دنیای امروز غیر رسمی تره. واژه اسپورت رو بهش القا نمی کنیم. به عنوان مثال کت های 4 دکمه که در سالهای 1900 تا 1920 در حومه شهرها استفاده می شد، در روستاها و یا برای شکار، به خاطر تعداد بالای دکمه هاش این کت ها غیر رسمی شمرده می شدن و بیشتر حالت یک مرد روستایی رو به ما می دادن. اکثرا هم پیدا می شد که در کت های شکار ببینیم و یا در کت های قدیمی تری که در شهرها پوشیده می شدن. میتونیم اشاره کنیم به سریال ماجراهای شلوک. اما در کل دکمه ها برای نشون دادن رده شما، نشون دادن رده کت شما، نشون دادن اهمیت کت شما و حتی برای خودنمایی خود دکمه به شدت اهمیت بالایی دارن. پس آقایون، حالا که این جزئیات رو میدونید و کاربرد تعداد دکمه ها رو میدونید، باید به این موضوع آگاه باشید که پوشیدن یک کت 4 دکمه در یک مهمونی عروسی اشتباهه و بالعکس پوشیدن یک کت تک دکمه در بیرون هم اشتباهه. اما متاسفانه به خاطر خرج‌های کمتری که یک تک دکمه داره، اکثر کت‌هایی که عرضه میشه با تک دکمه به بازار میاد. حتی با وجود اینکه در جهان امروز کت‌های 2 دکمه به ساختار کت‌های تک دکمه ساخته میشه، یعنی بستن دکمه پایینی واسه خراب شدن حالت کت شما میشه. اما با این وجود هم ما حق نداریم که دکمه دوم رو حذف کنیم، چون این کار باعث میشه که ما به مشکل ساختاری و مشکل رسمیت بخوریم. شاید شما فکر کنید که من دارم زیاده کاری میکنم، دارم زیاد از حد توجه میکنم به جزئیات، اما بهتون اطمینان میدم یک جنتلمن، یک آقا با همین جزئیات تبدیل به اون فرد میشه. نه صرفا پوشیدن یک کت رو که همه میتونن بپوشن، باید ببینیم که چند نفر میتونن به جزئیات اون کت نگاه کنن. حتما در زمان دوخت و یا خرید لباس، به جای اینکه فقط به رنگ، یقه و یا پترن اون لباس دقت کنید، یادتون باشه که حتما به دکمه اون هم دقت کنید. با توضیحاتی که دادم مواظب باشید در سرمای روسیه لشکر شما مثل ناپلئون شکست نخوره. ممنونم که تا اینجای بحث با من بودین. واقعا خوشحالم که دوباره شما دیدم. امیدوارم دوباره بتونم کت زیباتون رو بگیرم و شما رو به نشستن دعوت کنم و در بحث‌های آینده هم همراه من باشید. تا بعد شما رو به دستان پرقدرت و توانای خودتون میسپارم. آقا ببینید چی پیدا کردم. پول یوتیوب بالاخره دستم رسید. خدا شکرت. اینجا رو بگین ادامه.